خدا رو ول نکنید. این از خدا جدا شدن خیلی بده. خدا میدونی چی جوریه؟ خیلی عشق یه طرفه رو دوست داره. خیلی دوست داره که تو فقط اونو دوست داشته. میگه اگر تو بیای طرف من، الان حس میکنی اون چیزی که میخوای نمیشی، ولی من بهتر از اونو بهت میدم. یعنی چی؟ یعنی خیلی از بچه‌ها دارن تلاش میکنن، توکلشون هم به خداست. شد که شد، صلاحت بوده. نشد بچه‌ها، به خداوندی خدا، به عظمتش قسم، بهتر از اونو میذاره براتون. خدا رو ببینن بچه‌ها، تو تک تک مسیرهای زندگیشون خدا رو ببینن. بچه‌ها اگر به یه چیزی میرسید، این دلیل بر این نیست که خدا به شما نظر نداره. دلیل بر اینه که صلاح شما نیست. واقعیت دارم بهتون میگم. خدا میگه که رحمت من واسع است. خدا دو نوع رحمت داره، یک رحمت عمومی، یک رحمت خاص. رحمت عمومی مال همه است، میگه وسعت کلشه. اونی که کافر رحمتشو آبو داره میخوره، غذا رو داره میخوره، زندگی رو داره میکنه، به همه داره میده. ولی یه رحمت خاص داره، خاصه رو شما برو طرفش. بسم الله الرحمن الرحیم. رحمان یعنی چی؟ رحمان یعنی رحمتی که مال همه است. خدا بارون میباره، آسمون، زمین، درخت، ستاره است، همه چی رو برای همه آفریده، امکانات رو برای همه داده. این مال رحمانشه. رحیم چیه؟ رحمت خاصش، اون مال افراد خاص.